با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، خانم آقایان، سلام مخاطبان عزیز و گرامی فیلمنگار. با چهارمین روایت نگار امشب و امروز در خدمت شما هستیم با موضوع روایت هایی از جنگ در سینما. من مصطفی محمودی، سردبیر و مدیر فیلمنگار، افتخار دارم که امشب میزبان روایت نگار 4 باشم با مهمانان عزیزی که داریم. بیش از 4 دهه از جنگ تحمیلی ایران و عراق میگذره، جنگی که این روزها البته به نام جنگ تحمیلی اول معروف شده. در طی این 45-6 سال سینمای ایران فیلم های زیادی رو در رابطه با جنگ ایران و عراق ساخته. شاید آمارها نشون میده بیش از 200 فیلم سینمایی در این بخش ساخته شده، اما پژوهش‌ها تجربه زیسته مردم رو در این آثار حدوداً 10% با اندکی تفاوت بالا یا پایین داره به ما نشون میده. امروز در روایت نگار 4 با توجه به اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی سوم رخ داد و حضور مردم به نوعی یکی از عوامل مهم تعیین کننده جنگ تحمیلی سوم بود، میخوایم با شما صحبت کنیم و با مهمانانمون راجع به این که تجربه زیسته مردم و حضور اجتماع در روایت‌های جنگی به چه شکله و میزانش از نظر مهمانان ما تا چه حد هست. یه رفت و برگشت خواهیم داشت، بخش‌هایی از فیلم‌های سینمای ایران رو که مردم درش محور قرار بودن رو می‌بینیم. در خدمت مهمانانمون هستیم. خب در برنامه روایت نگار 4 آقای محمد علی باشه آهنگر، فیلمنامه نویس و کارگردان سینمای ایران، آقای جواد افشار، کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون، و آقای دکتر محسن حبیبی، عضو هیئت علمی دانشگاه و محقق و پژوهشگر سینما، در میزگرد 4 فیلمنگار حضور پیدا کردن. از هر 3 عزیز من تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند. اگر موافقید آقای باشه آهنگر با شما شروع کنیم، با توجه به اینکه در فیلم هایی که جناب عالی ساختید به هر حال روایت جنگ بخشیش از نگاه مردم بوده. میخواستم ببینم نگاه شما در این خصوص چیه؟ نگاه روایت جنگ از نگاه مردم آقای آهنگر، ظرفیت های دراماتیکش چیه که این ظرفیت ها رو ما تو نگاه قهرمانان نظامی نمیبینیم؟ شاید من سلام باشید میگم. متشکرم. ببینید، تجربه زیستی که گفتید برمیگرده به دوره‌ای که من توی شهر آبادان زندگی میکردم. یعنی خود شهر خط اول جبهه بود و مثل جبهه‌های دیگه‌ای که یک خاکریزی وسط بیابون بود نبود. مردم زندگی میکردن، بعضی از مغازه‌ها باز بودن و عرضم به خدمت شما سوخرسانی یک جوری به مردم میرسید که تفاوت داشت با سوخرسانی به خطوط اول جبهه. آذوقه‌ای که میومد، تدارکاتی که میشد، مهماتایی که تو زاغ مهمات‌ها نگهداری میشد، تمام متفاوت بود. سلاحایی که در پشتبان‌های خانه‌ها کار گذاشته شده بود، مثل سلاح‌های 23 میلیمتری یا دوشکار یا کالی 50، اینا روی پشتبان‌های مردم بود. یعنی خود وضعیت زیستی مردم متفاوت بود. در نتیجه من تو اون فضا که خونه ما آبادان بود زندگی می‌کردیم، خود به خود روایت‌های ما متفاوت می‌شد با روایت‌هایی که مستقیم در خط مقدم مثلا جبهه‌های پست گرفته یا جبهه‌های کوهستانی گرفته یا در دره‌ها گرفته. اینها متفاوت. یا حتی روایت‌هایی که ما داشتیم در شهری مثل تهران. الان وقتی میگیم شهر چه جوری اوضاع احوالش، الان یه مقدار قابل دسترس‌تر شده. هرچند جنگ امروز یک جنگ کاملا پیچیده و متفاوته و خط اول مرزی ما، لجمن ما هوافضاست که هوافضا در جایی هست. اون موقع لجمن ما، خط اول ما جای دیگه بود. لذا قصه هایی که اون موقع
من زندگی کردم، تجربه کردم، خب تفاوت داشت. این هم تماما در فیلم ها سعی کردم وجهه و کفه ترازوی وجود مردم در اینها پررنگ‌تر باشه. تقریبا من همه فیلم هایی که تو زمینه جهان زیاد من نساختم، هرچی فیلم ساختم مردم توش نقش اصلی داشتن. بله. از خود نیمه گم شده اولیه‌اش گرفته که نسخه‌ش هم گیر نمیاد نیست، حالا تلویزیون هم کار کردیم، تا بیداری رویاها که در خود پشتش خط میگذره، سر زیر آب گرفته، حتی ملکه که باز خط اول دیدبانی رو داره دنبال میکنه، باز زندگی مردم در اون مهمتر از بقیه است. آدمایی که اینجا دارن زندگی میکنن در یک محیط بسته 8 ساله دارن نفس میکشن. لذا روایت ها خب میرفت بر اساس اتفاقاتی که رخ داده بود، یا این آخرین کار سینما متروپول کاملا دیگه حالا وجه مردمیش و حضور مردم و شرایطی که یک رسانه فرهنگی میتونه در یک جبهه معاصر شده داشته باشه به تصویر کشیده شده. بله. حالا راجع به فیلم هاتون جناب عالی اشاره کردید. من سوال بعدیم رو که از شما خواهم پرسید راجع به حقیقت و صداقت هست در فیلم ها، در واقع فیلم نامه. اما اجازه بدید با آقای دکتر حبیبی ادامه بدیم. آقای دکتر، آمارها نشون میده در کل فیلم هایی که با موضوع جنگ در سینما ایران ساخته شده، حالا من نمیخوام جدا بکنم بگم فیلم های جنگی و فیلم های دفاع مقدسی، تقریبا آمارها میگه تقریبا 20 فیلم 20 خورده فیلم بوده که حالا ما جنگ رو داریم میشنویم و نمیبینیم و زندگی مردم رو داریم میبینیم. به لحاظ شاید حالا بگیم جامعه شناسی بشه نگاه کرد، یا شاید نمیدونم مشکلات سینمای ایران، به نظر شما تجربه زیست مردم عادی در فیلم های جنگی سینما ایران چرا به ندرت موضوع درام ها شده؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز، جناب آقای هنگر، جناب آقای افشار. واقعیتش اینه که جنگ ایران یه مقدار متفاوت از جنگ های دیگه‌ای که حداقل در 100 سال اخیر اتفاق افتاده بوده. یعنی انقدر ابعاد جنگی که در دفاع مقدس 8 ساله صورت گرفت متفاوته، قدری هم خب پرداختن بهش تفاوت میکنه. شما مثلا به سینمای ویتنام، به سینمایی که به ویتنام میپردازه نگاه میکنید، سینمای جنگی که خب امریکا در مورد ویتنام میسازه، خب فیلمای زیادی هم ساخته شده، خودتون از جوخه بگیرید تا اینک آخرالزمان و دیگران، متولد 4 ژولای و بله، میکنید نوع پردازش متفاوته. ما جنگی که رقم زدیم یه جنگ در واقع دفاع مقدسه. بله. خب برای قشری از جامعه اینطور که آمارها نشون میده درصدی که مشارکت داشتن تو اون 8 سال و جنگ رو نگه داشتن درصد زیادی از مردم نبودن، ولی وایستادن پای کار و نگه داشتن. مثلا اگر ابتدای شروع جنگ مثلا ما یه چیز در حدود 40 میلیون نفر جمعیت داشتیم، فکر میکنم کل 8 سال رو 1 میلیون نفری بیشتر دخیل نبودن مستقیم با جنگ و وایستادن پای کار رو دفاع کردن. اما خب این 2 جنگ اخیری که اتفاق افتاد، 12 روزه و جنگ رمضان که حدود 40 روزم به طول انجامید و الان هم به نوعی در داخلش قرار داریم، ما کنید لمس کردیم دفاع مقدس یعنی چی. ابعاد جنگ ما یه جنگ متفاوته، حتی حضور سربازان ما، بسیجیان ما، پاسداران ما خیلی فرق داره. از این منظر اینقدر ابعاد این جنگ فرق میکنه، انگار کل الگوها تغییر میکنه، پرداختن به ابعادش اینقدر زیاد و متنوعه تو خود جنگ که شما میرین میشه خیلی بهش پرداخت. ولی اینکه حالا چرا کمتر به آوارگان، به موضوع مهاجران اینا پرداخته شده؟ حتی هستن آثار فوق‌العاده خوبی هم به این مسئله. مثلا بله. مثال میگم، گاهی موقع به کمیت نباید نگاه کرد، به کیفیت نگاه کنید. مثلا آژانس شیشه‌ای یه چیزیه که داره به پس جنگ میپردازه، اتفاقی افتاده. شاید بخوایم مقایسه کنیم، شاید با فیلم هایی در سینمای هالیوود میتونیم مقایسه کنیم که به سربازانی که برگشتن و
و اتفاقاتی در جامعه بله. امریکا برش اومده بود بهش مثلا بتونیم مقایسه کنیم، ولی واقعا یه سینمای فوق‌العاده است. ابعادی از زندگی انسان‌های دخیل و در حاشیه جنگ رو بهش میپردازه که اینها باشون چه نوع برخوردی میشه که واقعا به لایه‌های عمیقی از جامعه شناسی و فلسفه وجودی زیست برمیگرده. بله. و همینطور از مثلا من میخوام نام ببرم زیاده که پرداخته شده، نه که پرداخته نشده، آمار کمه اما ابعاد عمیقه. و خود سینمای جنگ ما هم آقای محمودی فقط ابعاد جنگی نیست، می‌بینی روابط انسانی در درونش فوق‌العاده قویه. بله. بهش خیلی عمیق پرداخته شده، چون اینجا یک عنصری به نام عنصر ارتباط با مبدأ درش دخالت میکنه. عناصر شهوانی، قدرت طلبی، کشتن نیست. شما به جنگ های دیگه که مراجعه میکنید نهایتا وطن پرستیه، تهش دفاع از وطنه. اما در جنگ ایران علاوه بر که عنصر ملت مطرح میشه و وطن، عنصر امام و امت هم در او دخالت پیدا میکنه. یعنی یه چیزهایی رو ما در جنگ دفاع مقدس 8 سال مشاهده میکنیم که او رو متفاوت کرده. روابط عمیق انسان با خودش، انسان با دیگری، انسان با مبدأ و انسان با طبیعت در دفاع مقدس ما واقعا وجود داشته. حالا امثال بنده که حالا سن و سالم به گونه‌ای هستش که ما که جنگ 8 ساله تموم شد، من حدود مثلا چون متولد 52 هم 15 سالم بود، 16 سالم بود، سال 67 دیگه 15 ساله تموم شد. حتی یه تجربه کوتاه 2 هفته‌ای جبهه دارم حدود 13 سالگی، اما حقیقتش خیلی اونطور نبودش که ولی پدرم خیلی پررنگ بود. هممون به نوعی با این سن و سالایی که ما دور این میز داریم به نوعی درکی از جنگ داریم، هرچند موشکباران شهر تهران رو من کاملا دارم. پدر من چون ارتشی بود مرتب اونجا بود و من تقریبا از 15 مهر سال 59 جنگ رو درک کردم. میخوام بگم که درکی که ما جنگ ایران و عراق داشتیم، بهتر بگیم با رژیم بعث، حالا عراق به یه معنای قدری مسامحتن و شاید درست هم نباشه، با یه جنگ جهانی کوچکی درگیر شده بودیم. ابعاد انسانی عمیقی در او بود که قابل تصور برای دیگران نیست. یعنی ما کشته می اومد برای ما اسمش کشته نمی‌ذاشتیم، شهید می‌ذاشتیم، از ابتدا اینا رو زنده می‌پنداشتیم. تلفات برای ما یه معنای دیگه‌ای پیدا می‌کرد، در حالی که در جنگ‌های دیگه مثلا در امریکا کافیه کشته یه مرزی بگذره کل جامعه آمریکا فرو میپاشه، اصلا نمیتونه تحمل بکنه. تحمل پذیری در قبال کشته تو اونجا اصلا قابل توصیف نیست. کافی مثلا تو این جنگی که بود تعداد کشته، حالا اینا البته لاپوشونی هم کردن و تعداد کشته میرفت بالا. معنا و مفهوم کشته تو آمریکا اصلا فرق داره تو با اینجا. به همین روابط روابط انسانی، رابطه با خدا، با دین، عناصر دیگه‌ای که در جنگ ما نمود داشت، مخصوصا در بسیج، در سپاه و حتی ارتش، شما می‌بینید این معنای جنگ رو عوض می‌کنه، معنا کاملا انسانی الهی میشه. به همین روابط اون مقداری هم که به جنگ، به متن اصل جنگ پرداخته مثل مهاجر و فیلم‌های دیگه که حالا زیاد هستن، شما می‌بینید عناصر انسانی الهی درش بسیار بسیار پررنگ، شاید به نوعی بتونه پوشش بده آنچه که از دید این مثلا کم بود و کاستی رو. به نظر من سینمای ما یه سینمای متفاوتیه. بله. آقای افشار، حالا آقای دکتر حبیبی که داشتن صحبت میکردن، من یه مقداری فهرست کردم فیلم هایی رو که با موضوع جنگ ساخته شده، اما خب ما جنگ رو به اون شکل نمیبینیم، بیشتر داریم اجتماع و مردم رو میبینیم. مثل فیلم بمب یک عاشقانه، پیمان موادی، باشوی بهرام بیضایی، وصل نیکان حاتمیکیا، خود بوی پیراهن یوسف حاتمیکیا، سینما متروپول آقای باشه آهنگر. البته آقای باشه آهنگر خب عملا فکر میکنم همه فیلم هایی که ساختن فرزند خاکشون هم همین بود. هیوای رسول ملا قلی پور، میم مثل مادر، آبادان 1160 مرداد خوشبخت. اما با اینکه فیلم های ارزشمندی هستند، همونطور که آقای دکتر حبیبی اشاره کردن، تعدادشون کمه. چه شرایطی باعث شده، حالا به لحاظ ساخت فیلم شاید در سینما ایران، نمیدونم به لحاظ تاریخی بگیم، به لحاظ سیاسی بگیم، به لحاظ خود روابط تولید در سینما ایران بگیم، که روایت‌های جنگ در سینما ایران از ابتدا جبهه محور میشه؟
مشخصا خود جناب عالی مثلا فیلم صیاد رو ساختیم که ما خب بخش زیادی از فیلم رو داریم توی جبهه میبینیم، البته دوربین در شهر هم هست اما ما داریم جبهه رو میبینیم، یا یه بخشی از سریال کیمیای شما باز ما داریم نبرد مستقیم رو میبینیم و حالا البته خب اون سریال داره یک روند تاریخی رو مرور میکنه برای مخاطب. چرا جبهه محور بوده به نظر شما؟ به نام خدا و عرض ادب. ببینید من پیرو فرمایش آقای دکتر حبیبی برگردم به مقوله خود جنگ در ابتدا که بعد ببینیم چه چیزهایی از دل این موضوع بیرون میاد. خب جنگ طبیعتاً فقط اون میدان و عرصه نبرد و درگیری و خون و خونریزی و کشتار و پیروزی و شکست نیست. به اعتقاد من جنگ ابعاد دیگه‌ای داره. اون ظاهر قضیه است. اون میدان اصلی به اعتقاد من میدان آگاهیه، میدان اخلاقه، میدان بیداریه برای جامعه که بفهمیم ما کجای این واقعه قرار گرفتیم. اگر ما خودمون رو پیدا بکنیم که جنگ یک مقوله ظاهری داره و یک مقوله باطنی داره که در باطن اون انسان‌ها قرار هست درش پرورش پیدا بکنن، اصطلاحاً مراحل و مراتب تکامل رو پیدا بکنن. خب اینجا دیگه عنصر اصلی میشه انسان. بله. یعنی قرار گرفتن یک انسان در یک موقعیتی که حالا یا بهش تحمیل شده یا خودش بهش دامن زده، فرقی نمیکنه. اساساً وقتی که انسان در یک همچین موقعیتی قرار میگیره قرار هست از کجا به کجا منتقل بشه، چه اهدافی رو در نظر داره، توی این مسیر قرار هست به چه بینش و آگاهی و درک و شعوری برسه. خب اینجا اون وقت دیگه فیلمسازی در عرصه جنگ فقط دیگه میدان نیست. میای حالا تو لایه دیگری میبینیم که عنصر وجودی مردم در جنگ بسیار تعیین کننده است. چه بسا که ما این بار این رو با عینیت کامل درک کردیم. بله. یعنی به قول آقای دکتر اگر در سالهای جنگ ایران و عراق ما حضور مردم رو شاید، البته که من هنوز اعتقاد دارم اون موقع مردم خیلی پرشور و خیلی فعال بودن و آمارها شاید ظواهرش این باشه، اما یک جهاد عظیمی شکل گرفت بین مردم، به خصوص تو پشت جبهه. به هر حال پشتیبانی که توی جنگ کردن مردم حضور عجیب و غریبی داشتن، به نام ارتش 20 میلیونی ما داشتیم و اما توی تاریخ توی این 40 سال و خورده‌ای شاید یه مقدار فراموش شده که حق مطلبم شاید مثلا تو فیلم ها به خوبی ادا نشد که این منتقل بشه به مخاطب و نسل امروز که ببینیم چه حماسه‌ای خلق شد از سوی مردم. این بار دیگه مردم همه با همه وجودشون درک کردن این حضور خودشون رو. آیا ببخشید چرا ادا نشد؟ سازوکارهای تولید و سفارش باعث شد این اتفاق بیفته یا قابلیت دراماتیک صحنه نبرد باعث میشد که اون بخش بیشتر بچرخه؟ ببین باز برمیگردم به عرض خودم، یعنی اینکه ببینید یک عده یا یه بخشی از بدنه فیلمسازی فقط به میدان توجه میکرد، یعنی به اون لایه درونی بطن جنگ توجه کمتری میشد و اون اینکه قرار است توی این جنگ به یک آگاهی و درک برسن انسان‌ها. میدونی وقتی که شما خودتون رو توی یک موقعیتی قرار میدید که از دل این جنگ قراره به چه نقطه‌ای برسید، اون وقت دیگه میبینید که بله یه کوتاهی‌هایی در درک مفهومی جنگ نزد فیلمسازان من جمله خود من شاید شده باشه. اما من حالا در تایید سینمای جنگ و سینما دفاعی مقدس در سالهای گذشته مثل همین مثالهایی که شما زدید، مثلا فیلم باشو غریبه کوچک، اصلا این فیلم بی‌نظیره. یعنی شما اصلا میدان رو نمیبینید جز همون سکانس ابتدایی که فقط مثل که تو تیتراژ فکر میکنم یا بعد از تیتراژ هست، ولی بقیه ماجرا پشت جنگ و اصلا یه مرتبه شما رو تو یک جهان دیگری که اصلا جنگ نمیدونن چیه، کجا هست، این آدمه از کجا اومده، اصلا هیچ ارتباطی، و این جنگ باعث میشه که اون آدم‌های اون جغرافیا به یک آگاهی، به یک شعور، به یک همگرایی
عجیب و غریبی دست پیدا بکنن که خب میشه اون هدف اصلی فیلم. اما من میخوام بگم که تلاش شده توی این عرصه، شاید کمکاری شده و شاید به درک خود فیلمسازان برمیگرده. میدونی مثلا شما میبینی که حالا اگر آدم ها رو به 3 دسته تقسیم بکنیم یا فیلمسازانمون رو به 3 دسته تقسیم بکنیم، فیلمسازان بزرگ داریم، فیلمسازان متوسط داریم و فیلمسازان مثلا ضعیف داریم. خب فیلمسازان بزرگ همیشه دنبال حکمت ها هستن، دنبال در واقع خلق مسئله هستن، طرح سوال هستن. فیلمسازان متوسط ممکنه بیشتر به دنبال اون دانش ظاهری، علم ماجرا باشن، یا ولی فیلمسازان کوچک وقتایی دیدی اصلا مسئله نداشتن، یعنی حتی دنبال حکمت و خلق و نمیدونم اینها هم نبودن، نه همین دنبال نمایش، یک نمایش ساده و این شکلی بودن. بنابراین من فکر میکنم که توی این عرصه اگر برگردیم به این نقطه که جنگ فقط جنگیدن و کشت و کشتار نیست، جنگ میدان آگاهی، میدان اخلاق، میدان تغییر، میدان تکامل برای بشر هست، اون وقت میشه از توی دل این مفاهیم به موضوعاتی دست پیدا کرد که با محوریت انسان به آثار عمیق‌تری هم دست پیدا کرد. بله. آقای باشه آهنگر به تجربه خودشون، تجربه زیسته خودشون در زمان جنگ اول تحمیلی اشاره کردن. حالا من میخوام راجع به روایت‌های سینمایی از ایشون 2 تا یا 3 تا سوال پشت سر هم بپرسم، اما یک رفت و برگشتی داشته باشیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم.